نام رجب ولد خادم. فعلا همینجی که 4 ماه 5 ماه میشه که اینجا کجا آمدیم. مشکلات که برادر خیلی زیاده، به خاطر از اینکه الان 16 سال 17 سال زمینگیر شدم، به خاطر می بالای می چرخ هستم، کارگر ندارم، 2 تا پسر دارم، 2 تا دختر، بچهای من هنوز خورد هستم. و بچه کلان من 18 ساله اینا بود، مثلا از مکتب فارغ شد، گفت دیگه ما درسم نمیخوانم، به خاطر برم یک جای کار بگیرم. دیگه هیچ جای هم نرفت، کسی هم نبود که اینا رو ببره همراهی خوب. بعد 1-2 روز بنایی ما رفت، امروز بنایی دیگه از امو بلی تخته افتاده بود پایین. بعد یک قسمت امو بچم دکتر شب مریض شد، بردیم دکتر گفت ای چوره. بعد امو را شب بستر کرد دیگه، اونمو عمل کرد دیگه، اونمو اینچی دیگه. الان فعلا دیگه خانه کار نمیتونه دیگه، چون باید دکتر گفت تا 1 سال باید کار نکنه، فشار نره دیگه. اونمو خانم مورا می دیگه خود می نمیتونه، فقط این قدم دی بچهای که در خانه اینجا دیگه. روزگار وضع خرابه، الان سوخت ندارم، یک هم شده، به خاطر تکلیف دارم، سوزک هستم، نه دکتر هم رفتن نمیتونم. بعد از این تا بالا الان جای فعلا برویه، به خاطر که چرخ اونجا میلم میم سوارم شون برم تشی. بعد از این که میم باید قضا کردم برم سرچه، به خاطر که بسیار بعضاب نشه اونا. اگر برم داخل بود مگر مرا بیاره ببره دینه. فقط بعض وقتا اگر کشمش بیای اونم فقط اون کیلوی 5 روپیه که پاک کنید دیگه، هم که صاف و تیر کنم چیکار کنم. موسه اگر حمایت کنن، خانه نیست، سوخت نیه، برادر مواد غذایی نداریم، مثلا زوری وقتا دمی لباس و مثلا پوشاک اینا خیلی در اینا حالا چرخ میداشته، اینو چرخ رو جور نمیدم. این چرخ هم که از دمی بچه ها بود گرفتیم، امانه ده که 2 روز یا 3 روز که ما چرخ میجوم.